دوستان عرضم به خدمت شما که این فنه رو یه ذره باز میکنید قشنگ باز شد. به این ساق ما دو مدل ساق داریم، ساق قدیم و ساق جدید. ساق جدید مخصوص بوتان آبگرم کنهای بوتان جدید، ساق قدیم برای مخصوص بوتان قدیمه. خب ما اول این قسمتی که سوراخی که شما میبینید به این قسمت نوک این لبه بالا میذاریم اینجا، رفت که بالا فنه رو میذاریم این قسمت گذاشتیم. این دورشو که میخوام ببندیم اینا رو در میاریم، دورشو با نوار تفلون به این صورت میچرخونیم. به این صورت میچرخونیم که آب بندیشه. حالا تقریبا 5 دور انجام میدیم. کار که تموم شد با این روشی که من بستم میچرخونیم. حالا یا با آچار یا با آچار فرانسه میچرخونید تا زمانی که صفر بشه. یه دو آچار فرانسه به این شکل میگیرید، میذارین این لبه این قسمت میچرخونید. حالا دوستانی که میخوان علاقه به این چیزا دارن، من تجربی ها رو میخوام در اختیار بذارم که شما یاد. خب بهتون توضیح دادم اگر پمپ سوراخ بود یه ذره به زورم فشار، اگه دیدی زده بالا ساقه یعنی پمپت خراب، اگه نزده یعنی پمپ سال. خب این بخش تموم شد.